عاشق طلبی کجا لحظه تو دل کسم در جهان دارد آوازم لحظتی عاشق کم در جهان دارد آوازم لحظتی عاشق کم. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند محفل چارابین‌های ادبی فرهنگی بخشیده بر روز مادر جریان دارد که هدف قدرشناسی و تحسین زحمت بانوان در جاده گوناگون فعالیت میباشد. خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 شهر خوجند با شکوه، شهامت و صمیمیت چارابینی فرهنگی، ادبی و تربیوی را بخشیده بر روز مادر تحت عنوان دل و جان فدای نام مادر تشکیل و برگزار نمودند. نخست با مقصد ترغیب هنر و طعام‌های ملی، تلقین عنعنه‌های اجدادی و آیین خویشتن‌داری بین محصلین صنف‌های بالایی آزمون مکتبی آش پلو صورت گرفت. طلبگان با شوق و حسیات تازه و رنگین و صنعت خاص و مهارت بلند استعداد خویش را در آشپزی آزمودند. معلوم گردید که در این جاده هنر و استعداد و تجربه خانوادگی پیدا نمودند و با مهارت بلند انواع گوناگون آش پلو را آماده نمودند که پسند حاضرین و بهای بلند هیئت حکمات گردید. این آزمون بخشیده به ایدی بانوان و جشن بهار گذرانده شده ایستاده است. ما می‌خواهیم چنین آزمون‌ها بیشتر گذرانده شود و عنعنه‌هایی که از بابا کلان ما میراث گذاشته است ما آنها را باید حفظ نماییم. سپس در تالار مؤسسه چارابینی فرهنگی ادبی بخشیده بر روز مادر تحت عنوان دل و جانم فدای نام مادر صورت گرفت. در محفل شعر و سرود، گفتارها و صحنه‌های جالب درباره نقش و مقام مادران و عزت و احترام آنها پیشنهاد کرده شد. تأکید کرد که زن مادر به مثل بهاری پرنکهت و معطر تجسمگری فردای آباد بوده با نیت آرزوهای نیک فرزند خود را به کمال میرساند و او را در راه خدمت به خلق و وطن هدایتگر و نصیحتگر میباشد. شخص نخستین درس آدمیت و خودشناسی را از مادر میآموزد و توسط سخنان پرحکمت او صاحب معرفت میگردد. بنابراین اولین آموزگار بی‌منت انسان مادر بوده با فرزند نه تنها سخن گفتن را میآموزاند بلکه بهترین عمل و رفتار و ادب و خصلت‌های حمیده را در ذهن و شعور او تربیت میکند. در گیمنازیوم رقم 24 شهر خوجند نیز بخشیده به روز مادر چارابینی ادبی فرهنگی پرمضمون از جانب خوانندگان پیشکش معلمه‌های مؤسسه تعلیمی گردید. در محفل دانه محصلین با شعر و سرود، ترانه و گفتارهای بزرگان درباره بانوان ارائه نموده، صحنه‌های جالب نمایش داده، رقص‌های موزون نمودند. تأکید کرد که نخستین مربی و معلم می فرزند مادر است و یک بار دیگر زن مادر ملت وارث آن و حامی وطن را تربیت می‌نماید. از این رو باید زنان صاحب معرفت و طبق تعامل شرقی خوش آداب و خوش رفتار، خوش گفتار و خوش کردار و برای تربیت خوب فرزندان به حیات مستقلانه همه طرفه آماده کردن آنها پیش از همه خودشان دارای دانش ملکه کافی جهانبینی وسیع باشند. نقش مادر در تربیت، نگاهبین و پرستاری و کمالات معنوی و جسمانی فرزند خود بزرگ می باشد. سبق اولین مادر به فرزند از آموزاندن زبان شروع می گردد و با نقل افسانه ها و قرائت اشعار و پند بزرگان در ضمیر او خصلت های نجیب انسانی را جای می دهد. فرزند جسمانی و از جهت معنوی سالم و فرزندی که از لحن شیرین مادر پند و نصیحت میشنود به قدر مادر خود، ملت خود، وطن خود، زبان شیوه مادری، تاریخ و ادبیات و فرهنگ کهن بنیاد ملت تمدن آفر خود میرسد. جامعه آموزگاران گیمنازیوم ما نیز همه روزه کوشش کرده ایستاده‌اند که مهارت کسبی خویش را صیقل داده خوانندگان را در رویه وطن دوستی، مهنت دوستی، خویشتن شناسی و زیبا پرستی تربیت نمایند.